خب گفتی اسم شریفت چی بود؟ عرفان چی؟ حبیبی. آقا عرفان منم داریوش احمدپورم. اولا از دیدن شما خیلی خوشحال شدم. بعد اینکه جناب عالی هم کوهنورد هستی هم ورزشکار، از سواری هم که خیلی دوست داری. گفتی با عشایر دیگه. روستای چی بود؟ لاسم تو جاده هراس. باشه ایشالله که قسمت بشه با هم زیاد از سواری کنیم، دوچرخه سواری کنیم و کوه هم بریم. خب آره منم که اسممو گفتم دیگه، داریوش احمدپور. آره شماره تو دارم، سیو کن. اینم همینم برای من بفرست. قربونت. این کجاش برمیگردونه؟ نه کجاش برمیگردونه؟ مال من توی چیز. آها میخواستم یه ذرم خودم بیفتم.